بسم الله الرحمن الرحیم. درس 2 از فصل دوم هندسه رو داریم که میخوایم شروع کنیم به درس دادن، که درس اولش بخش اولش اگه خاطرتون باشه نسبت تناسب بود، ولی الان درس دوم در مورد قضیه تالس صحبت میکنه. قضیه تالس رو اینجوری معرفی میکنه، میگه قضیه تالس هرگاه در یک مثلث خطی موازی یکی از اضلاع دو ضلع دیگر مثلث را در دو نقطه قطع کند. این خط دی ای اومده ضلع آبی و آسی رو قطع کرده و با خط پایینی هم موازیه. روی آن دو ضلع 4 پاره خط جدا میکند که اندازه های آنها تشکیل یک تناسب را میدن. میگه اگه همچین اتفاقی افتاد 4 تا پاره خط ایجاد میکنه. نگاه کنید، این پاره خط عادی به دی بی، آی به ای سی. در واقع اینجوری میگه اگر دی ای موازی بی سی باشد، اون وقت این تناسب برقراره. نسبت عادی به دی بی مساوی با آی به ای سی. خب یه مطلب دیگه بعد از این میاد تحت عنوان تعمیم تالس. تعمیم قضیه تالس. تعمیم قضیه تالس میگه اگه خطی دو ضلع مثلثی رو در دو نقطه قطع کند، خط دی ای در دو نقطه دی و ای قطع کرده، خب و با ضلع سوم هم موازیه، مثلثی پدید میاد که اندازه ضلع‌های آن با اندازه ضلع‌های مثلث اصلی متناسبند. یعنی اندازه اضلاع این ADE با اندازه اضلاع ABC متناسبه. یه جورایی میتونیم بگیم متشابه هم هستن دوتا مثلث. پس میتونیم نسبت اضلاع مثلث بالایی رو، مثلث کوچیکی رو نگاه کنید. AD AEDE AD AEDE اضلاع مثلث کوچیک بالا رفتن، مثلث ADE اضلاعش بالا نوشته شدن، مثلث ABC اضلاعش پایین نوشته شدن. اینو توی ریاضی نهم میگفتینش جزء به کل، عادی به آبی، آیی به آسی و دی ای هم به بی سی. اینو میگن تعمیم تالس. عکس قضیه تالس. عکس قضیه تالس همونجور که از اسمش بداست جای فرض و حکم قبلی عوض میشه. اگه بخوایم خیلی به اختصار عکس قضیه تالس رو بگیم، اینجوری باید بگیم اگر در این مثلث ABC خط DE موازی خط BC باشد، اینجوری بگیم اگر تو این مثلث ABC خط DE موازی بودنش رو فعلا نمیگیم، میگیم نسبت اگر نسبت عادی به DB مساوی با آی به EC برقرار باشه، قرار ثابت کنیم DE موازی با BC. خب برای این کار توی این تمرین از برهان خلف استفاده میکنیم. میگیم طبق برهان خلف یادتون باشه این فرضه، این یکی حکمه. خب میگیم طبق برهان خلف فرض میکنیم DE موازی BC نباشد. خب اگه DE موازی BC نباشد، یه ضلع دیگه رو، یه خط دیگه رو ما موازی BC رسم میکنیم. خط اینجا رسم میکنیم، اسم این خط رو میذاریم مثلا خط DE، خط DE پریم. خب نزدیک به اون رسم میکنیم. میگیم الان ما خودمون DE پریم رو موازی BC رسم کردیم. خب اگه DE پریم موازی BC باشه، طبق داستان تالس، طبق قضیه تالس، میشه نسبت عادی به DB مساوی با آی پریم به ای پریم سی. خب تو فرض اینو داشتیم، نگاش کنید، این رابطه فرضه. اگه این رو با فرض با هم بذاریم کنار هم دیگه، یعنی این رو اینجوری بنویسیم، فرض رو هم زیرش بنویسیم، این کار رو انجام بدیم. فرض اینجوری بود که عادی به دی بی مساوی آی به ای سی. خب اگه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، اون وقت شکل کارمون اینجوری میشه. طرف اول اینا با هم مساویه، پس طرف دوم با هم میتونه مساوی باشه. یعنی نسبت آی به ای سی مساوی با آی پریم به ای پریم سی. خب اگه نگاهی کنیم،
نقطه ای و ای پریم باید بر هم منطبق باشه که روی این خط داره دو تا تناسب میگه. یه بار میگه آی به ای سی، فرضی که قبولش داریم، یکی هم چیزی که توی برهان خلف بهش رسیدیم، آی پریم به ای پریم سی. پس باید ای و ای پریم بر هم منطبق باشن. طبق این حرفی که بهش رسیدیمه باید ای و ای پریم بر هم منطبق باشن. پس حکمی که داشتیم درسته، پس حکم ثابت است. تمرین 3 صفحه 36. در شکل مقابل MN موازی BC، MN موازی BC و از ما میخواد که XY رو پیدا کنیم. بچه‌ها هر وقت این نکته رو گوش بدید، هر وقت مجهول توی این ساقها بود، AC و AB رو میگیم ساقهای مثلث، از ثالث استفاده میکنیم. هر وقت مجهول توی خطوط موازی بود، از تعمیم ثالث استفاده میکنیم. پس میام یه بار من ثالث رو مینویسم، یعنی این کارو میکنم، میگم نسبت AN به NC مساوی با AM به MB. خب این اندازه ها رو اگه بخوام بنویسم چطوری میشه؟ AN مون هست 9، NC مون هست X، AM مون هست X، این هم هست 4. خب اگه طرفین وصلین کنیم میشه x2 مساوی 4 9 تا 36 تا و عملا x مون میشه 6. خب البته میشه مثبت و منفی 6، ولی چون طول ضلعه مثبتش قابل قبوله. بریم سراغ قسمت بعدی. گفتیم اگر توی خطوط موازیه از تعمیم استفاده میکنیم. خب الان ما میدونیم این 6، تعمیمش میشه AM به AB، AM به AB مساوی MN به BC. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. AM مون 6 بود، این 6 بود. AB مون 6 به اضافه 4 میشه 10. MN هست 2y منهای 1، BC هم هست x به اضافه 2. خب x رو ما 6 به دست بودیم، 6 به اضافه 2 میشه 8. خب الان طرفین وصلین کنیم. 10 ضرب در 2 میشه 20y، 10 یکی هم 10 تا، 6 8 هم 48 تا. خب 10 رو بفرستیم اونور میشه 20y مساویه، اگر این 10 بره اونور با 48 میشه 58، y میشه 58 بیستم. میشه به دو ساده بشن میشه 29 دهم و بعد میشه 2 و 9 دهم. خب این 29 بعد میشه 2 و 9 دهم. از تمرین‌های صفحه 37 کتابتون که تمرین مهمی هم هست، معمولا داخل امتحانات میاد. در شکل مقابل میدانیم AB موازی A'، AB موازی A'، BC هم موازی B'، این دوتا رو خودش گفته. قرار ما ثابت کنیم AC هم موازی A'. خوب دقت کنید، یه بار توی این مثلث، توی این قسمت، تو مثلث O A'، تو این مثلث O A'، که AB موازی A'، میایم ثالث رو بنویسیم. یه بار دیگه هم میایم توی این مثلث اینوری O B'، باز ثالث رو می‌نویسیم. بعد از کنار هم قرار گرفتن اینها به نتیجه میخوایم میرسیم، یعنی به این AC موازی A'، میرسیم. خوب دقت کنید، میام این کار رو انجام میدم. میام میگم تو مثلث O A'، خب میدونم AB موازی A'، پس میتونم ثالث رو بنویسم. ثالثش میشه OA به AA'، OA به AA'، AA' مساوی هست با OB به B'. دوباره میایم تو این مثلث اینوری، تو مثلث O B'، خب باز میایم ثالث رو می‌نویسیم، میگیم BC اگر موازی B'، این نکات باید نوشته بشن، یعنی اول باید بگیم دو خط موازیان، بعد ثالث رو بنویسیم. میشه نسبت OC به CC'، OC به CC' مساوی با OB به BB'. خب اگه این دوتا رو با هم نگاهشون کنیم،
این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، طرف دومشون مثل همه، پس طرف اول هم میتونن مساوی باشن. یعنی نسبت OA به AA پریم مساوی با OC به CC پریم. خب اینجا چطور میشه؟ ببینید آقا، OA به AA پریم OC به CC پریم. پس از این نتیجه میگم که AC موازی این دفعه عکس تالس. عکس تالس نتیجه میگیم که AC موازی A پریم C پریم. بچه‌ها بعضی از سوالات رو باید بیش از یک بار نگاه کنید تا یاد بگیرید. اینجا تالس بود ولی اینجا عکس تالس بود. پس بعضی از تمرین ها رو حتما باید یکی دو بار نگاه بکنید تا اصطلاحاً متوجه بشید و بنویسید تا یادشون بگیرید. تمرین 5. تمرین 5 در شکل مقابل میدانیم. تمرین 5 مربوط به صفحه 37 کتابتون، یادتون باشه مربوط به صفحه 37 کتابتونه. میدانیم BC موازی DE، BC موازی DE و BE هم موازی DF. بچه‌ها ما دو تا مثلث تو در تو داریم. اگه بخوایم بهتر بگیم این کار رو باید انجام بدیم. یه بار تو این مثلث ما کار داریم. خوب نگاه کنید. من حروفش کنارش بنویسم که متوجه بشید با کدوم مثلث هستم. مثلث ADE که خط BC موازیه. این با این موازیه. خب اگه تو این مثلث تو اینجا که شکل یک، تو شکل یک بخوایم براتون نسبت بنویسیم، تعمیم تالس رو بنویسیم، میگیم چون BC موازی DE میشه تعمیم تالس که همون جزء کله بنویسیم. می‌نویسیم AC به روی AE مساوی AB به روی AD. توی این تمرین جزء کل جواب میده. یه بار هم بیایم تو این مثلث حرف بزنیم. خوب نگاه کنید. توی این مثلث کار داریم. مثلث A D F B E. این مثلث این خط با این خط موازیه. پس BE توی شکل شماره 2 BE موازی DF میشه باز تعمیم تالس رو نوشت AI به روی AF مساوی AB به روی BD. من اشاره میکنم برای اینکه بهتر ببینید. AI به روی AF AB به روی AD. من این مثلث رو دو تا مثلث کردم، مثلث شماره 1 و مثلث شماره 2. این دو تا رابطه هم اولیش مال مثلث شماره 1 بود، دومیش مال مثلث شماره 2 بود. این کار انجام ندیدم مهم نیست داخل امتحان، ولی برای فهم بهترش این کار انجام دادیم. اگر این دو تا تناسب رو کنار هم بذارید، طرف دومشون با هم مساویه، پس طرف اول هم میتونن با هم مساوی باشن. میشه AC به AI مساوی با AI به روی AF. خب الان میشه طرفین وصلین کرد. AI ضرب در AI میشه AI به توان 2 مساوی AC ضرب در AF. AC ضرب در AF. این همون تناسب یا رابطه‌ای که میخواست بهش برسیم. تمرین 7 صفحه 37 کتاب میگه در زوزنهای مقابل MN موازی AB موازی CD. این خط موازی این خطه و موازی این خطه. خب این سه تا خط با هم موازی هستن. خب چی میخواد از ما؟ میگه ثابت کنید AM به MD AM به MD مساوی BN به NC. بهش میگن قضیه تالس در زوزنقه. خب خودش هم راهنمایی کرده یکی از قطرها رو رسم کنید. خب اگه من یکی از قطرها رو رسم کنم، مثلا این قطر رو رسم کنم، این قطر رو که رسم میکنیم حتما ضلع MN رو در نقطه مثل P قطع میکنه. خب حالا یک بار تالس رو توی این مثلث بنویسیم، یعنی میایم میگیم تو مثلث ADC از اونجایی که MP موازی DC میتونیم تالس رو بنویسیم. میشه AM به MD مساوی AP به PC. دوباره میایم تو مثلث ABC این کار انجام میدیم. تو مثلث ABC باز میایم میگیم PN موازی ABه PN موازی ABه. باز تالس رو می‌نویسیم. بچه‌ها تالس رو که داریم می‌نویسیم
در اصل از این وری باید بنویسیم، ولی میدونید تو نسبت ها میشه کسرها معکوس هم بشن. در واقع ما هم تالس رو داریم می‌نویسیم، به جای اینکه بنویسیم CN به NB یه سر معکوس شده شه می‌نویسیم. پس می‌نویسم BN به روی NC مساوی CP یا PC به روی AP. خب برعکس نوشتم، دومی رو برعکس نوشتم، BN به NC میشه AP به PC. خب اگه خوب دقت کنید طرف دوم اینها با هم مساوی هستند، پس طرف اول هم میتونه مساوی باشن، یعنی AM به MD مساوی با BN به NC. همین رابطه‌ای که اینجا هست ما هم بهش رسیدیم. خسته نباشید. ما تا تمرینات صفحه 37، البته 90% تمرین هایی که مهم و خیلی خوب و امتحانی هستن رو داریم حل میکنیم. رسیدیم به صفحه 37. بخش بعدی یا درس سوم که در مورد تشابه مثلث ها هست، انشالله به زودی ویدیوشو آماده میکنم. حتما عضو کانال ما بشید و دوستانتون هم با خبر کنید. خدا حافظ شما.